بچه‌ها چطوری؟ داریم میریم یه جایی توی یکی از روستاهای طالقان، یه مردوشخونه متروکه است. الان تو روز داریم میریم، شبم دوباره میریم. خیلی باید بیای توی بیابون و کوه و این اولین ولاگ منطقه جن‌زده ماه. مثلا خیلی راجبش میگفتن که اتفاق عجیب غریب میفته، سر صدا و سایه و این شروراکی همیشه میبینیم. گفتیم بریم ببینیم واقعیه یا الکیه اینا. مرتضی کجا داریم میریم؟ قبرستون. عالیه. قبل از ورود به قبرستون معمولا میرن مرده‌شورخونه. یه مرحله قبل از قبرستون میخوایم بریم. جای جذابیه. ان شاءالله که خیره. شما هم اگه تو منطقه خودتون یا هر جایی شنیدین یه منطقه یه جایی هست تسخیر شده، فلان شده، بیسار شده، تو کامنت برام بنویسین. میرم تئاترشو در میارم. مثلا اینجا کم دارم میرم. این سمتا بودم، همچین چیزی شنیدم. همینم راسته یا نه؟ شایعه است، واقعیه. اینجا قبرستونشه؟ اصلا اینجا هست. چه قبرستون مسلموناست. امامزاده. اینم مرده‌شورخونه. این زیاد بهش نمیخوره متروکه باشه. چرا؟ حتی بسته است. میشه رفت توش؟ بسته است درش. بریم جلوتر نگاه کنم. بریم میشه بازش کرد؟ که زدن ریخته، قدیم زدن ریختن از ترس. میگفتن خروس رو ول میکردن، از زیر امامزاده میومده بیرون. بعد اون ورش قبرستون گبریه. گبری؟ آره. گبری یعنی چی؟ حالا قدیم منم دقیقا نمیدونم، چیزی که به ما گفتن. اما شب میشه سر صدا شروع میشه. مرده‌شورخونه بسته بود. مرتضی میگه که یه غار هم اینجا هست که بستنش از ترسشون. انگار زیرش به خیلی جاها راه داره. داریم میریم اونجا. ایشالا که اونجا باز بشه. یه بادی از اول بگو چی بوده؟ این قسمت معدن‌های دستکن زمان شاه بوده، کنده بودن که اینا چه اتفاقی افتاد که کامل متروکه شد، که الان از پارسال تا امسال خود دولت اومده شروع کرده حفاری کردن و کاوش کردن که پشتش هم دست سپاهه. اونجا ورودون ممنوع کامل، اونجا سپاه نمیذاره اون نزدیک بشیم، که یه قبرستون هم اونجا داشت. بعد میرفتی یه قسمت پایین ترش خونه‌های مثلا مال 800 سال قبل، یعنی قدمت این منطقه مال 800 سال. 800 سال قدمت دارید. 800 سال مال قدمتش تایید شده است. خیلی هم بیابونیه. این امامزاده هست که نتونستیم بریم. تا برسیم اونجا لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه. به حمایتتون خیلی نیاز داریم. جاده نگو، تونل ترن هوایی بگو. نمیشه رفت جلوتر. دقیقا این پایین میشه قار. کجا؟ سمت راست پایینش قاره که دارن کار میکنن، که رودخونه هم هست. الان نمیشه برود زن. شب میتونیم بیایم؟ شب میتونیم بیایم. آره. نگاه کن ستونه همین ستونه جلو خب بوتونیه به اونا میگن لرزه نگاه. ببین چقدر گنده است، عقربش هیچ نمیشه انقدر داره. اینجا یه مرتضی یه بار دیده بگو اینجا چی بوده؟ اینجا قبرستون بوده کامل. قبر گبری. اینجا
دولت اومده برای معدن کاری نمیدونم چی همه سنگا رو کنده، اونجا هم دارن معدن کار میکنن. الان این زیر پر مرده است، اونجا هم یه چشمه خیلی قشنگ. یه قبره وایسا، این یه قبره اما خراب کردن، سنگاشو جابجا کردن. نمیدونم به سوژه ما چه ربطی داشت اینقدر جلب توجه شد برای تو، ولی اونم قشنگ بود. نه خوشگله. بیا بالا. رفتی محتوامون عوض شد. نشنال جیوگرافی اون تو بلده. اون موقع چه توانی داشتن این سنگا رو می‌آوردن می‌انداختن برای قبرشون. الان این سنگ قبره؟ یه سریاش هم برای خونه است. مزار اینجا بوده. اون موقع قبرستونشون اینجا بوده، اون قسمتی که امامزاده کار کردن زمین کشاورزیاشون بوده. اینجا این سینه‌کشو می‌بینی؟ خب تو وایسادی. ها تا اون خط پایین، کم بلندتر صحبت. تا اون خط پایین پر قبر بوده. دقیقاً این سینه‌کش تا اونجا پر قبر بوده. همه رو براشون خراب کرده. دولت تو سازمان آبه. داره کار می‌کنه، اونا مشخصه دیگه. از زیر پامون الان پر مویده است. قبرستون چی بود اسمش؟ یه راه دیگه هم داره. این قسمتش رو احتمالاً دست نزدن. همین کجا رو میگم امیر؟ داره کندن هم. اون پشت بالای غار رو میگم. پشت بالای غار. گنجاشو در آورده. گنجم داشته بس. ما شب میخوایم بریم اونجا. نه دقیقا اونجایی که درخت‌ها رو نگاه کجاست؟ نوک درخت‌ها دقیقا اونجا یه غار بوده که میرفته تا زیر امامزاده که میگفتن شب صدای ناله و اینجا چیزا میشنید. اون پایین رو نگاه کن، دیوارچین کجا کرده؟ خب شخص باغ درست کرده، سمت راست کلا نیزار بوده. همراهمون باشی، شب 100% برمیگردیم. امیدوارم که باز باشه راه بتونیم بریم، نباشم یه راه پیدا میکنیم، هیچ راهی هم نباشه یه جای دیگر پیدا میکنیم. لایک و سابسکرایب فراموشتون نشه لطفا. و توی کامنت ها از این خاردارا توی کامنت ها بگید که شما چه جایی رو شنیدید که راجبش همچین شایعه هایی باشه. ما میریم پیدا میکنیم، بهتون میگیم که راست یا دروغ. این باشه به عنوان اولین جایی که داریم میریم. من گفتم چی داره اینجا؟ عقرب؟ قبرستون داره. قبرستون. اینو ناکن چیه؟ اینجا ناکن دستمو بگیر. سنگ قبره؟ نه تیکای کوزه است، بین من تیکای کوزه است. این سنگ عتیقه است یعنی؟ در آوردن خالی کردن بردن زدن شکوندن. الان این ارزش داره من بردارم یا نه؟ نه ای بابا گفتیم عتیقه زدیم خودمونو ببندیم. آرداشت هم میگفتم هر جایی که شنیدین راجبش میگن فلانجا روح داره، جن داره، این مسخره بازی ها هر جایی باشه ما میریم پیدا میکنیم، راست و دروغش رو بهتون میگیم. الکی هم جو نمیدیم، داستانی داشت میگیم، نداشتن جو نمیدیم، میگیم راستش رو بهتون میگیم، بدونی داستان هست یا نه. تا شب فعلا برگشتیم ولی نگهبان داشت، نتونستیم بریم. مرتضی یه جای بلده از بغلش رد میشه، میخوام ببینیم میشه اونجا راه در روی دره بود بریم داخل یا نه. چه برای قد من مناسب نیست خیلی. فکر نمی کنم اون چیزی که تو ذهنم باشه رو بتونیم بهش برسیم. هر جایی میریم یا بسته است یا پلون پشکن یا نمیذارم بریم. ببینم مرتضی چی میگه، برگردونم. چی؟ یا الله این چیه؟
میخندی بگو چیه خب؟ لولو خور حالا موقع بریم پایین 100% نمیدونم. من یه ذره کرم این چیزا رو میگیرم. در ببین والله تا تهش دیواره زوم بالا رو کنم. سنگه؟ خاکه دور شادرچین قدیمه. خب تهش اون سیاه مطلقه. نگاه کن. چرا خوبه کار نمیده باید بریم پایین. اون چراغ رو بگی سمت دوربین هدلایتیه برای خودش. این تا تهش نمیرسه. اون وسط این دورداره چی جدی؟ قناته؟ نمیده تا پایین نره ممنون. خدای پلاش ترسناکه. قدیمیه دیگه جدید چیزی نیست. کسی اومد؟ بریم بیرون بهتر بالا نگاه کنه انگار یه چون تا برق میزنه آدم نمیدونه چیه. قسمت دیواره بالا رو نگاه کنه نور بالا کنه میکنه انگار یه چی برق میزنه. مفاش مفاشه؟ نمیدونم چیه این برق میزنه. باید تو ویدیو نگاه کنه چیه. این آدم سرصدا نمیاد. چی بود خدایی؟ شما بریم جلوتر بریم. راهی داریم واسه اون بر نریم توش. من گیر میکنم یه ذره گنده. خدایی جای خوفیه. مارپار نداره؟ یا الله عنکبوت. این چیه؟ مخروب است چیزی نیست. حاجی یا من رد دادم یا ایشالله که خیره دیگه. سر صدا میاد ازم. یه دقیقه تو ببین به خاطر شما ها من کجاها میرم. مار منو زد. صاحب سیرات نکنید حلالتون نمیکنم. حالا هی برید چیزای فیک ببین. آوردمتون تو دل طبیعت وحشی. پشرت دهنم قورتش دادم. ایشالله که ضرر نداشته باشه. اوه دور نور من پر پشه شد. رای پیدا نکردی؟ چرا کنی؟ برگردیم بالا از یه جای دیگه بریم. یه پشه قورت دادم. خدا طور شو بابا زبون تو بزنه اون مار. پشه نمکی بود. نگاه دور نورمون چه خبره؟ خودم پاور بانک بستم دورم خاموش نشه. چه کنیم؟ باید یه راه دیگه پیدا کنیم. قول دادیم به بچه ها امشب بریم تو غار. اون جونم هم پشه شد. باید نور لامپا گرفتیم. خیلی اومدیم جلوتر. چیکار کنیم مرتضی؟ راهی نیست دیگه بندازیم برای دفعه دیگه. دفعه دیگه که کی تا اینجا میاد دوباره؟ باید یه راهی پیدا کن از محلی ها سوال کنیم ببینیم چه راهی هست براش. همه جا رو دیوار کشیدن. ما رو در اون چیزی که بلد بودیم انجام ده. بقیش میخواد به قول تو عملی ها پرجوجو کنیم. آقا ما اومدیم نشد. ولی قول میدم دفعه بعدی خیلی زودتر از چیزی که فکرشو بکنیم بیایم و بریم تو اون غاره. این چیزی هم سوراخی هم که الان رفتیم و
من رد نمیشم ازش، ولی فکر کنم مرتضی بتونه رد شه. اون لاغر تجهیزات مناسب بهش میدن. دوربین در شب بریم تو ببینیم چه خبره. مرسی که تا اینجا ویدیو همراهمون بودی. امیدوارم که لذت برده باشی. عذرخواهی میکنم نتونستم برم وارد قنات بشم دیگه. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. خیلی روز خوبی داشته باشی.